باورت نمیشه اگه بهت بگم جاهایی توی ایران هست که میتونن 100 تا فیلم ترسناک ازش درست بکنن و به شدت هم ترسناک باشه. 10 تا از اون جاها رو من برات آماده کردم که از شدت کمترین ترس تا بیشترین ترس میریم هم. شماره 10. باغ سنگی سیرجان. باغی مخوف که از درختای اون به جای میوه سنگ آویزونه و فضای باغ رو وحشت آور کرده. این باغ متعلق به فردی به اسم درویشخان اسفندیارپوره، مردی لال و ناشنوا که نسبت به تقسیم زمین‌ها در زمان رضا شاه خیلی ناراضی بود که برای نشون دادن اعتراضش به اون باغچه نمیرسه و درختای اون خشک میشن و بعد خشک شدن درخت‌ها چوبای اونو توی چاله میکنه و بهش سنگ آویزون میکنه و در نهایت اونو با لاستیک و سیم تعظیم میکنه و به این شکل کنونی در میاد که به خاطر شکل ظاهری که گرفته اونجا به یکی از جاهای ترسناک توی ایران تبدیل شده که میتونی به اونجا بری و اونو از نزدیک ببینی. شماره 9. گورستان شهریاری اردبیل. یکی از قدیمی ترین محلهای باستانی کشوره که مال 2000 سال پیش از میلاده و دلیل اینکه این گورستان جزو ترسناک ترین جاها قرار میگیره گورهای باستانیه که یه باستانشناس انگلیسی پیدا کرده. روی این گورهای باستانی پیدا شده نقش و نگارهای خاص و عجیب غریبی وجود داشته که بعضی از اونها شبیه به نقاشی چهره انسان هست. بعضیا معتقدن این نقشایی که روی اون قبر وجود داشته عکس آدم‌های اون زمانه، دقیقاً مثل ماها که روی قبرمون عکس اون مرده رو چاپ می‌کنیم. در کل این گورستان با تمام قدمتی که داره به خاطر حضور اون گورای باستانی که پیدا شده با نقش و نگارهای عجیب غریبش جزو لیست ترسناک ترین ها قرار میگیره. شماره 8 که من یکی خیلی دوست دارم ازش دیدن کنم. دره کالجنی در شمال شهرستان طبس خراسان، دره زیبا و حیرت انگیز قرار داره که به شدت مخوف و مرموزه. به دره جنها هم اونجا معروف شده. این دره شبیه جای قبلی به خاطر فرسایش سنگ‌ها داره نقش و نگارهای مخوفه، ولی این دلیل ترسناک بودن این مکان نیست، چون مردم محلی معتقدن که این دره محل زندگی دیوها و جنهاست. به همین خاطرم هست که اسم اون رو دره جنها گذاشتن. علاوه بر اون توی این دره بناهای تاریخی مال زمان ساسانیان وجود داره که همین اتفاقا باعث مخوف شدن بیشتر اون محل میشه. شماره 7. جنگل جیغ در نزدیکی شهر مشهد، جنگلی بسیار مرموز که تمام کلیشه‌های ژانر وحشت رو تو دل خودش داره. اگه شب از این جنگل عبور کنید صداهای وحشتناک و عجیب غریبی شبیه به جیغ میشنوید. به همین دلیل هم هست که جنگل سربرج مشهد رو به جنگل جیغ معروف کرده. گروهی از کارشناسان سعی کردن تحقیق بکنن تا دلیل این صداهای عجیب غریب رو پیدا بکنن، ولی به نتیجه دقیق و درستی نرسیدن و در نهایت هم گفتن که صدای نوعی ملخه. ولی مردم محلی معتقدن که این صدای جیغ صدای ارواح و اجنه‌ایه که توی این جنگل زندگی میکنن. در کل فرقی نمیکنه صداهای این جنگل از کجا نشأت میگیرن. شب که به این جنگل بری کلی میترسی، چون ترکیب این صداهای عجیب غریب و مه توی جنگل باعث شده که فضای اون جنگل ترسناک بشه. شماره 6. قلعه آدمخوارها. این قلعه یکی از جاذبه‌های مرموز و مخوف شهر اردبیله که از دیرباز توی ایران بوده و متروکه شده. داستان‌های زیادی راجع به اسم این قلعه وجود داره که یکی از این داستان‌ها مربوط میشه به زمانی که این قلعه سالم بوده و گروهی از آدم‌ها که برای بازدید از اون قلعه به اون میرن و هیچ وقت از اون خارج نمیشن. بعد از اون مردم محلی اونجا اسم این قلعه رو قلعه آدمخوارها گذاشتن و معتقدن که این قلعه آدما رو میبره و نمیتونن ازش خارج بشن. و یکی از دلایلی که به این افسانه ها و داستان های عجیب دامن زده دیوارهای بلند این قلعه است که حدود 300 متره. باعث استحکام این قلعه و نفوذناپذیری شده و هر کس که داخل اون میره یه جورایی توی اون قلعه گم میشه. به خاطر همینم هست که میگن اگه میخوای به این قلعه سفر کنی و ازش دیدن کنی حتما باید با یه گروه به اونجا بری. شماره 5 که به نظر من هر کسی باید حتما یک بار از اون دیدن بکنه دره ارواح قشمه. یکی از زیباترین جاهای قشم که بعضیا معتقدن دره ستارگانه، چون تو شب ستاره ها از اون منظره خیلی زیاد دیده میشن و انگار که یه منظره بهشتی داری میبینی. ولی چرا این دره به این زیبایی جزو این لیست ترسناک قرار داره؟ که جواب این سوالو فقط آدمایی که به این محل رفتن میدونن.
چون توی اون محل صداهای عجیب غریب زیادی میاد و به خاطر همینم اونجا رو دارک و ترسناک کرده. مردم بومی اونجا به این باور رسیدن که اون دره متعلق به ارواح و شیاطینه و به خاطر همینم اگه غروب به سمت اون محل بری یه دونه آدم محلی اونجا نمیتونی پیدا بکنی. ولی من یکی حاضرم تمام این صداها رو تحمل بکنم تا این منظره رو با چشمای خودم ببینم. نمیدونم تو نظرت چیه؟ تو دوست داری حتما به اینجا بدی یا نه؟ تو کامنت جواب سوالمو بگو. شماره 4 غار قاتل کرمانشاه. یه غار عجیب غریب که از اسمش پیداست چرا مردم از اون میترسن. این غار برعکس غارهای دیگه به جای افقی بودن، برای رسیدن بهش باید یه ارتفاع 3000 متری و از کوه بالا تا بتونی تازه به دهانه اون غار برسی و هر کس که برای دیدن اون غار رفته یا توی اون غار یا توی مسیر این غار کشته شده. به خاطر همینم اسم این غار رو غار قاتل گذاشتن و برای اینکه بری اونجا رو نگاه کنی حتما باید یه غارنورد حرفه‌ای باشی و توی فصل گرما به اونجا بری. در غیر این صورت قربانی این غار میشی. شماره 3 تالاب ارواح مازندران. اگه فیلم کلبه وحشت رو دیده باشی، اول فیلم یه تالابی نشون میده که درست شبیه به تالاب ارواح مازندرانه. تالابی تسخیر شده در نوشهر مازندران که فضای وهم‌آلود و همیشه غرق در مه و بخار رو داره و به خاطر داشتن درختای مرده زیاد، مه مرموز و زمان زیادی که از این تالاب میگذره، شباهت غریبی به تالاب فیلم کلبه وحشت داره. علاوه بر اون این مکان هم شبیه به مکان‌های قبلی مردم محلیش معتقدن که این فضا مال ارواح و اجنه هست. به خاطر همینم اونجا رو خیلی ترسناک میدونن. واقعا هم همین شکلیه، خیلی ترسناکه. پیشنهاد میکنم حتما برین از نزدیک ببینید. شماره 2 قلعه جنی. این قلعه در جزیره کیشه که حقیقتا یکی از ترسناکترین مکانهای ایرانه. این قلعه مخروبه و متروکه که در نزدیکی کشتی یونانی قرار داره. از اون دست مکانهاییه که انگار فیلم‌های وحشتناک بیرون اومده. بی‌جهت هم نیست که هیچ کس دوست نداره شبها تنهایی به اونجا بره. کافیه زمانی که آفتاب میخواد غروب بکنه و هوا داره تاریک میشه نزدیک این قلعه بری تا تجربه دست اولی از یک قلعه تسخیر شده پیدا کنی. ترکیبی از صداهای وهمناک و مرموز، از صدای چکه کردن آب از چاه نزدیک به قلعه یا پیچیدن صدای باد در محوطه قلعه و البته صداهای حشرات و جانوران سبزی هم باعث میشه که حتی شجاع‌ترین آدم‌ها هم تو اون محل برن و بترسن. این قلعه قدیمی روزگاری پاسگاه مرزی بوده و سربازا و دژبانای ژاندارمری اونجا قرار داشتن. اما تو دهه 1340 یه ساختمان جدید درست میکنن و اونجا رو اینجوری ویرونه و متروکه ول میکنن و میرن. بسیاری از مردم محلی عقیده داشتن که دستور تخلیه این قلعه به دلیل وحشت از اجنه بوده و همینم باعث شده تا بسیاری باور پیدا کنن که قلعه جنی در محاصره جن هاست و بنابراین کسی در شب جرأت رفتن به اون رو نداره. علاوه بر اون برخی از پرسنل همون پاسگاه عنوان کردن که قلعه در تصرف اجنه است و بسیاری از اونا از صداهایی که توی اون محل شنیدن گفتن و اتاق‌های از قلعه حتی توی یه مورد جنازه 4 تا از سربازان شیفت شب اون قلعه در صورتی صبح روز بعد پیدا شد که به صورت وحشت زده و ترسیده خشکشون زده بود. که بسیاری هم گفتن این اتفاق توسط اجنه‌ای که توی اون قلعه وجود دارن افتاده و بعد اون قلعه متروکه شد و مردم محلی و آدم‌هایی که به اونجا میرفتن از اون قلعه به حدی ترس داشتن که به این صورت ویرانه شد. که هر چقدر داستانای ترسناک نسبت به یک محل بیشتر باشه همونقدر تمایل من برای رفتن به اون مکان زیاده. نمیدونم شما مثل منید یا نه؟ حتما بهم توی کامنت ها بگید شبیه من هستین یا نه. و در آخر شماره 1 ریگجن سمنان که به جرئت میتونم بگم شگفت‌انگیز و ترسناکترین مکان ایرانه. این منطقه کویری با تپه‌های شنی گسترده‌اش در جنوب سمنان قرار داره. با وجود گرمای طاقت فرسا و تلماسه‌هایی که داره عبور وسایل نقلیه رو تقریبا ناممکن میکنه.
و کمتر کسی آگاهانه به این کویر بی آب و علف سفر میکنه که بازم من از اون آدماییم که بهش سفر میکنم. حتما ویدیوشم میذارم براتون. مردم محلی نزدیک به این کویر عقیده دارن که اونجا نفرین شده است و ارواح پلید و اجنه توش وجود داره و با وجود باطلاقای نمکی که هر جنبنده‌ای رو تو خودش میکشه، اونجا به مثلث برمودای ایران هم معروف شده. با وجود خطرات زیاد و اتفاقا بلایی که برای مسافرای خیلی زیاد افتاده، افراد زیادی شبیه به منن و بازم به این محل سفر کردن تا بتونن از اون دیدن بکنن. از 10 تا مکان ترسناک ایران که من خودم فقط یکیشو رفته بودم و دیده بودم. خیلی دوست دارم برم و دونه دونه اینا رو براتون ویدیو درست کنم. حتما شما بهم بگید چند تاشو از نزدیک رفتین دیدین و یا اینکه دوست دارین دونه دونه‌شون رو جداگونه برم و از نزدیک فیلم بگیرم و ویدیو براتون درست بکنم. اگه دوست داری حتما این ویدیو رو لایک کن و اگه کانالمون رو سابسکرایب نداری حتما سابسکرایب کن، چون من میس آردیناری‌ام و اینجا قراره آردیناری خونه به سخت بچسبه. راستی یه دونه ویدیوی دیگه هم براتون درست کردم که 8 تا مکان ترسناک تهران رو بهتون نشون میده که لینکش اینجا میاد. حتما بزن از من دیدن بکن. تا یه ویدیو ترسناک دیگه